داویترین هلوستین برانبر گفین ترکیه گوی تفاهیا روجهالات چم فرات کنترول بکن جعالی هیثم عفیسی سروک دسته ارکان چکدارین ارتشان اجتماعی کوبسر اپوزیسیون سوری بیا درکتیه. العفیسی راگهاند که اوان تانها تو آمادکاری جبو هلمتا لشکری یا که ترکیه جرباند که گوی لروجهالات چم فرات انجام بدن نکرنه و سربرد که مرمین ترکیه ین سیاسی هنه بهتر جمرمین لشکری. افیسی اشکره کرد که راپورت این روزنامه‌وانی این کل سرچکدارین ارتشان اجتماعی هاتین بلاف کرن که اوی بجدار بند دو اپراسیون لشکری ده لسر کوبانی و گریسپی و من بج دور جراستی نه و سربرد که اوان تو آمادکاری دوی وارده نستاندنه. جعالی خواه رو وکار لشکری و استراتیجی عقید احمد حماد راگهان که روجهالات چمی فرات ده پیوان این هزین نافدولتی ده و نابه تو دستوردان لشکری ده دوره کرن اگر نبرازی بونه که نافدولتی به. سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان ده این آبوری در راگهاند بو که باجار ادلبو من بج تو کشت ده تونه و اوی روجهالات چمی فرات بکن آرمان جا جندرمین خواه یا پاش روج. و چند روز این بوری ده گندواره کوبانی دو جاران به موشک ترکیه هاتا آرمانش کرن ده انجام ده به دهان جچکدارن بسر پیاده و لگل هجمارک ولاتی سیویل جیان آخواج دست دابون ده هفدمه که درگه گریسپی سینوری به ترکی رجی جعالی جندرمین ترکی و هاتبو آرمانش کرن ولوی درجی چکدارکی پیاده لگل ولاتی کی سیویل جیان آخواج دست دابو.